پس از 5 سالی فعالیت مرکز تعلیمی استحصالی به نام زولفیا بحریدینова به استحصال اطلس و بست و بند محصولات شروع کرد. مسئولین این مرکز میگویند یک ماه می شود که این کارگاه استحصال اطلس را نیز به راه مانده است. اطلس در این کارگاه با 15 نمود استحصال کرده می شود. سردار این مرکز موجوده حکیمова میگوید در اول برای تجربه نمودهای کم را استحصال نمودند که نتیجه خوب را به بار آورد. حالا باشد استحصال نوعهای گوناگون اطلس نیز به راه مانده شده است. از همون دمی که همین مؤسسه تأسیس یافت اساسا متاهای پختگین استحصال میکردیم. به کدام خاطر؟ به همون خاطر که متاهای پختگین این از جهت اکولوژی تازه است، برای انسان، برای زنهای ما فایده آور است، ضرر نمیرساند. لیکن دیدیم که امروز طلبات به همین ابریشم هم زیاد شده است. بنابر همین هم برای قانع گرداندن طلبات طراحان زنها ما از ماه январ سر کرده به همین استحصال متاهای ابریشمین سر کردیم که بعد از همین یک تجربه کرده دیدن ما نگاه کردیم که محصولات و زیب خوشرو نظم میبرامده است. ما به معقول شد که همین نسخه و آب و رنگش جلوی نو پیدا کرد، باز به نورتر شد. پخته اینقدر جلو نمیکرد، لیکن همین نفی ابریشمی ما جلوهاش بسیارتر کرده، باز خریدارگیر کرد. محصولات های تیار مرکز تعلیمی استحصالی به نام زولفیا بحریدینова که مال وطنی است علاقه خریداران خود را پیدا کرده است، زیرا محصولات پورا با طلبات های استانداردی بین المللی جوابگو بوده، از جهت اکولوژی نیز تازه و خوب ارزیابی کرده می شود. نرخش دسترس است. مثلا 1 متر اطلس از 10 تا به 15 سامانی ارزش دارد. یک روز ما کمش نه از کم 10 متر میبافیم، کممو بسیاریمو 20 متر میبافم. بعضی روز میشد که 10 متر میبافم. آره متری بافتمو مایمای میگیریم نرخونه پلو مایا. لیکن ما وقتم چاقی چون که خانوی هم مینشینید از هر بها فکر و خیالم با دور نبید، کارتانو میکنید، با زندگیتانو پیش میبرید. و ما چند نمودهای آدرس و اطلاس ها رو با نقش و نگارهای هر خیله با مانند تمنا، مثال رومبیک، منخه، برگ کرم، همه نمود آدرس به همین دکان من که 22 خیل نمود آدرس و اطلاس بافته می شود و هر کدامی خودشان موافق خریدار مزاج خودشان رو دارند. بنا به اطلاع مسئولین این مرکز شروع از آغاز سال تا به امروز یعنی 2 ماه سال جاری گروه 20 نفره بافندگان اطلس و آدرس بیش از 3000 متر این نوع متا را استحصال نموده بند و بست کردند. هر یک نوع متا از روی سین و سال آماده کرده می شود. بافندگان میگویند که با ذوق خریدار نگاه کرده محصولات های جالب پیشنهاد شده ایستاده است. ما امروز بند و بستم برای موندیم و در دستی من حاضر همون بند و بسته تیار کرده ما هستی. به واسطه به ایدی بانوان تیار کرده شده است. اگر به خیال من چنین بند و بست، چنین یک تحفه برای زنهای ما خیلی ارزنده، زیبنده و شخصی که همین تحفه رو پیشنهاد میکند برای وی هم این یک تحفه غیر چشم‌داز، غیر عادی است، چون که اینا ببینید بند و بستش هم خودش به زیبا و نوشتجات من میخوام بند و بسته ما تیار کنم. وقتی خریداری نمودن متاهای آدرس و اطلس مینا به نظر گیرند که متایی که از پخته استحصال کرده شده است نهایت شنام، زیبا و برای سلامتی آنها فایده آور است. کن متاهایی هستند که آنها با نخهای سنی استحصال کرده شدگی. این نخهای سنی میتواند الرژیت یگون چیزی دیگر پیدا خورش پیدا کند، یگون چیزی دیگر هم پیدا کند. نو برای من همین چیزی هم اهمیت دادن ضرور است. از روی متاهای استحصال شده این مرکز دوزندگان لباسهای ملی و اروپایی را دوخته در اتاق مخصوص برای نمایش نگاه داشتند. همچنین همیان لباسهای مخصوص برای لختک و غیره به نمایش گذاشته شده است. این اقدام کارگاه در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی بسا موافق بوده، نه تنها استحصال اینچنین ساکنان هنرمندان محلی را سرجم و با جای کار و معاش تامین کرده است. گزارشی مفتونا شکروا و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.